رویای شفاف یا lucid dream حالتی است که فرد در هنگام خواب متوجه می شود در حال رؤیا دیدن است و می تواند تا حدی محتوای آن را کنترل کند. فیلم اینسپشن کریستوفر نولان با الهام از همین مفهوم ساخته شده و اون را به شکل پیچیده تری، یعنی ورودی به رؤیای دیگران و دستکاری ناخودآگاه به تصویر می کشد. با لحن توضیحی تعریف رویای شفاف چیست؟ خب از نظر ماهیت این زمانی اتفاق میافتد که شما در خاک آگاهی میرسید که بله من دارم رؤیا میبینم و این آگاهی به شما امکان میدهد محیط یا داستان رویایتان را تغییر دهید. تصور کنید آزادی و خلاقیت بی حدی در ذهنتان دارید. همچنین میتوانید از این حالت برای درمان اضطراب یا کابوس‌های مکرر استفاده کنید. با شور و حرارت حالا ارتباط با فیلم اینسپشن چیه؟ کریستوفر نولان از تجربه‌های شخصی خودش الهام گرفته. در واقعیت شما فقط می‌توانید رویای خودتان رو کنترل کنید. اما در فیلم شخصیت‌ها وارد رویای دیگران می‌شوند، لایه‌های مختلف رویا را می‌سازند و حتی یک ایده را در ناخودآگاه فرد می‌کارند. اینجاست که مرز بین واقعیت و رؤیا محو می‌شد. دقیقاً همونطور که بسیاری از رویابینان شفاف هم این احساس ابهام را تجربه می‌کنند. با جنبندی پر انرژی، در نهایت رویای شفاف یک ماجراجویی واقعی در دنیای ذهن است که اینسپشن آن را به سطحی سینمایی و فلسفی ارتقا می‌دهد. همین ترکیب واقعیت و تخیل باعث شده تا این فیلم به یکی از مهمترین آثار درباره رؤیا و ذهن انسان بدل شود. واقعیتی علمی، لمسی از جادوی سینما.